تا حالا به این فکر کردی که پایان دنیا ممکنه نه با جنگ بلکه با یه تصمیم اشتباه شروع بشه؟ فیلم ویرانگر جهان دقیقاً روی همین ترس دست میذاره، ترسی از قدرتی که از کنترل انسان خارج میشه. داستان فیلم ما رو میبره به آینده نچندان دور، جایی که بشر به چیزی دست پیدا کرده که توانایی تغییر یا نابودی کل جهان رو داره. اما مشکل اینجاست که هیچ کس واقعاً آماده کنترل چنین قدرتی نیست. این فیلم بیشتر از اینکه یک فیلم فلسفی عمیق باشه، یه اکشن پرسرعته، پر از انفجار، تعقیب و لحظاتی که زمان برای تصمیم گرفتن کمه. فیلم مدام این سوالو تکرار میکنه: اگه بدونی نجات دنیا هزینه بزرگی داره، بازم حاضر به پرداختش هستی یا نه؟ شخصیت‌ها بین وظیفه، ترس و جاه طلبی گیر افتادن و همین باعث میشه هر انتخاب خطرناکتر از قبلی باشه. این فیلم از نظر داستانی بی‌نقص نیست، اما ایده تهدید جهانی و فضای آخرالزمانیش میتونه برای طرفدارای ژانر جذاب باشه. اما سوال آخر: اگه فقط یه نفر میتونست جلوی نابودی دنیا رو بگیره، فکر میکنی حاضر بود همه چیزشو از دست بده یا نه؟